همونطوری که همکاران خوبم زیرنویس کردن و اطلاع دادن، من هم وظیفه دارم که اطلاع رسانی کنم و عرض کنم خدمت شما علاقمندان به هنر و علاقمندان به شخصیت‌ها و چهره‌های فرهیخته و سرشناس استان البرز، همونطور که شما هم مستحضر هستید، استاد بهروز رضوی بعد از تحمل یک دوره سخت بیماری دار فانی رو وداع گفتند. استاد بهروز رضوی بزرگوار از مجریان، صداپیشگان، گویندگان و ترانه‌سرایان و بازیگرهای شاخص و برجسته کشورمون بودن که از مفاخر نامدار استان البرز هستند همواره و روحشون شاد باشه انشالله. ایشون از سال 1347 گویندگی رو در رادیو آغاز کردند و من هم افتخار داشتم که در دوره‌ای شاگردی ایشون رو داشته باشم در دانشکده خبر از اساتیدی بسیار بی تکرار و بی نظیر که امیدواریم که روزی برسد به جایی که جایگزین داشته باشیم برای این بزرگان. روحشون شاد باشه و قرین رحمت الهی و انشالله که همسفری آقا ابا عبدالله الحسین باشند. صدای آسمانی و ماندگارشون همیشه در دلها و در ذهنهای ما جاری و شنیدنی است. همونطوری که همکاران خوبم زیرنویس کردن و اطلاع دادن، من هم وظیفه دارم که اطلاع رسانی کنم و عرض کنم خدمت شما علاقمندان به هنر و علاقمندان به شخصیت‌ها و چهره‌های فرهیخته و سرشناس استان البرز، همونطور که شما هم مستحضر هستید، استاد بهروز رضوی بعد از تحمل یک دوره سخت بیماری دار فانی رو وداع گفتند. استاد بهروز رضوی بزرگوار از مجریان، صداپیشگان، گویندگان و ترانه‌سرایان و بازیگرهای شاخص و برجسته کشورمون بودن که از مفاخر نامدار استان البرز هستند همواره و روحشون شاد باشه انشالله. ایشون از سال 1347 گویندگی رو در رادیو آغاز کردند و من هم افتخار داشتم که در دوره‌ای شاگردی ایشون رو داشته باشم در دانشکده خبر از اساتیدی بسیار بی تکرار و بی نظیر که امیدواریم که روزی برسد به جایی که جایگزین داشته باشیم برای این بزرگان. روحشون شاد باشه و قرین رحمت الهی و انشالله که همسفری آقا ابا عبدالله الحسین باشند. صدای آسمانی و ماندگارشون همیشه در دلها و در ذهنهای ما جاری و شنیدنی است.